سلام، یه ایده باحال امروز دارم بچه. استخراج این همستره به صورت اتوماتیک، دیگه نیاز نباشه گوشی رو تاچ کنیم. بریم ببینیم با هم میشه بسازیمش، شدنی هست یا نه. با من باشه. برای شروع کار یه دونه آرمیچر میخوایم، یا این نمونه که باید خودمون یه وزنه سرش اضاف کنیم که لنگ بزنه، مثلا یه مهره گوشش بچسبونیم با چسب 1 2 3، یا یه دونه موتور از این داخل دسته‌های قدیمی اگر داریم باز کنین و استفاده کنین. موتورهای شوکشون سرشون یه وزنه لنگ هم داره، خیلی راحت بدون نیاز به هیچ وسیله اضافی میتونی ازش استفاده کنی. من یه دونه از این دسته‌های قدیمی دارم، ارزون قیمت هم هستن اینا، از این میخوام استفاده کنم. اگه دسته جنس خوب داریم بچه از اون استفاده نکنی، حتما از این موتورها بگیرید، دستتون رو یه وقت باز نکنی خراب کنی. گوشی 4 سو میخواد. این از این دسته چینی های خیلی ارزون قیمت هم هست. آها، خیلی خوب. ببینید اینجا 2 تا موتور داریم. موتورامون هم تقریبا مثل همین هست بچه. دسته های پلی استیشن خیلی قدیما من یادم موتورهای به قولی پدر مادر دار بودن. یه دونم این ور میتونین یه دسته اوراق کنین با دوستتون شریک بشین. بچه با باز کردن این موتورها دسته خراب نمیشه، اینم بهتون بگم. فقط ویبرش حالا یه بخشش از کار میفته. من این سیم از ته میبرم که از سیم همین بتونم استفاده کنم. اینم یه دونه موتور ویبراتور، موتورها یکی. میتونی از یه دونه مهره سر همین موتورم بچسبونین و از اینم استفاده کنین، هر کدوم که دوست داشتین. 2 تا موتور هست. بریم مرحله بعد. حالا ما اینجا 2 تا موتور داریم که هر کدوم خاصی میتونیم استفاده کنیم. یه دونه ترانس قدیمی پیدا کردم 3 ولت 500 میلی آمپر. چیز دیگه میتونیم پیدا کنیم بچه‌ها، شارژر قدیمی موبایل 4 و 9 دهم ولت 5 ولت 450 میلی آمپر. این مال سونی اریکسون قدیمی. سوکتش هم چیدم. یه دونه سیم قرمز داره، یه دونه مشکی. قرمز مثبت، مشکی منفی. موتور دسته شوکدار بچه با این خیلی بهتر کار میکنه. خیلی هم نباید تون بچرخه چون بعدش به مشکل میخوری. این خوب، ویبراش هم خوبه. خیلی خوب، همین استفاده میکنیم با یه دونه شارژر موبایل. حالا باید با این مفتول برنجی براش یه شاسی بسازیم. شما میتونید از سیم مسی ضخیم هم استفاده کنید. من سیم مسی در دسترسم نبود، از این سیم جوش برنجی اینا، چون اینا لحیم میشه، باید لحیم کاری کنید. من از این استفاده میکنم. اینو من از قبل تست کردم، این واشه رو به جوش لحیم دادم. ببینید حالا اون ورشم همینجوری باید لحیم کاری کنم، خمکاری کنم، لحیم کاری کنم، انجام میدم. ببینید خب یه همچین چیزی شد. یکم صاف سوفترش میکنم. خیلی مهم نیست، سعی کنیم بچه ها مثل همین در بیاد. حالا حتما نباید کامل قرینه باشه، اندازا خیلی دقیق باشه. یه دونه واشرم این سر جوش میدیم و این پایه رو اینجوری نگه میداره. نتیجه کار اینو داشته باشیم. بریم بقیهش. علا کلنگ باید به این شکل درست.
میدونستین مرغ قفلی اینجاش سیمچین برای کار سنگین داره؟ اینم یه نکته. حالا باید پای این درست کنیم. یکم چسب 1 2 3 اینجا دو طرف میزنم که دیگه کامل محکم بشه. موتور این وسط جا میزنیم. حالا شکلش میتونه جور دیگه هم باشه، هر جور خواستین. یکم هم بهش چسب میزنیم محکم بشه. یکی از این دوتا سیم رو باید به بدنه لحیم کنیم که اون منفی رو بهش بتونیم وصلش کنیم. اینجاست که اون مثبت منفی که بهتون گفتم مهم میشه. سیم مشکی منفی، قرمز مثبت. منفی رو باید به اونی وصل کنیم که به بدنه هم اشتراک داره. بزنیم به برق ببینیم اوکی است. حالا وقت وصل کردن این سیم افشانه. بچه این سیم رو با این پشت بزنیم برای تنظیم ویبراتورمون. این فوت کوزه‌گری کار. من منگنه میزنم بچه برای راحتی کار خودم چون دست تنها. شما اگر دست تنها نبودید کمک داشتید راحت یکی بگیره و شما چسب بزن. این کشم تنظیم کردم، اضافی سیمم میچینم. این کش توضیح بدم براتون بچه ها، فشار رو تنظیم میکنه. یعنی یکم باید این همیشه به سمت عقب کشیده بشه که لرزش باعث تاچ کردن بشه. اگر کامل بیفته روی صفحه گوشی دیگه اون حالت تاچ انجام نمیشه. دلیلش اینه. حالا شما با ترفندهای دیگه ای هم که اگر به ذهن خودتون رسید و فکر کنید بهتره انجامش بدید. این تله مو شما الان آماده است. فقط اینجا من یه علامت زدم سایز گوشی که گوشی روش سر نخوره، چون ویبره میزنم و هر حال گوشی سر میخوره. یه فیکسچر براش درست میکنم. حالا یه جوری که این گوشی رو اینجا میذارم دیگه تکون نخوره. چیزی پیدا کردم برای اینکه پشت این فیکسچر درست کنم، این سوزن منگنه هاست.
بچه آماده شد، کلی هیجان دارم ببینم چی از آب در میاد، آیا درست کار میکنه، کم نیاریم این وسط. بریم تستش کنیم ببینیم چه جوری میشه. قبل از این تست کنم بچه ها بگم تمام ویدیوهایی من درست میکنم همشون به همین شکله که من ابتدا تا انتهای کار رو نشون شما میدن. یعنی قبلش من نمونه اینو نساختم تست کنم ها، با هم ساختیم. تست جواب بده نده هر چی بشه با هم میبینیم. در واقع نمیام جلوتر یه پیش تولید درست کنم تست کنم ببینم اوکی هست یا نه. با هم میریم جلو، با هم ایراد کار در میاریم. هیچ چیزی هم توش فیک و ساختگی نیست. اگر کار بکنه واقعا کار کرده، اگر هم کار نکنه که خب خودتون میبینید که کار نکرده. این منفی رو که گفتم به بدنه وصل کنید، خب دلیلش اینه که منفی به صفحه گوشی که میخوره حکم اون تاچ انگشت زدن شما رو پیدا میکنه. امتحان کردم، یه سری مشکلات داشت، خیلی حساس بود، سریع به هم میریخت. این کشرم به این شکل تنظیم کردم. با باتری هم میشه. منفی باتری هم زمانی که شما روی گوشیتون بزنید کار همون تاچ رو براتون انجام میده. سیستم یه تغییراتی کرد، اینجوری شد. میریم تستشو ببینیم. تستشو باید برم خونه انجام بدم که یه گوشی دیگه باشه که بتونم با گوشی خودم بازی رو بیارم، با اون گوشی فیلم بگیرم. میریم تو خونه تستشو نشونتون میدم. خب میریم استارت بزنیم. بچه ها ببینیم با چه سرعتی داره اون انرژی رو خالی میکنه. بکنم 700 تا بود. تموم شد. بله تموم شد. فقط تنظیم کردنش اول یکم زمان میبره. میتونید یه تایمر هم بزنید، زمانی که انرژی فول میشه روشن بشه و سکه ها رو استخراج کنه دوباره خاموش بشه. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.